بالاخره انتخاب شدی. بعد از رد کردن اون آزمون‌ها و چالش‌های ذهنی مجوز ورود به پایگاه اماد بهت تعلق گرفت. فردا یک ماشین مشکی بدون پلاک میاد دنبالت. نگران بیهوش شدن نباش، این بخشی از پروتکله. باور کن برای امنیت خودته. وقتی به خودت میای لباس مخصوص تنته، کارت گذار توی جیبته و جلوت یه دیوار سفید بی پنجره است. پشت سرت دیگه مهم نیست. کارت خیلی ساده است. فقط باید وسایلی که برات میاریم رو ازشون سر در بری و هیچ وقت این قوانین رو فراموش نکنی. اگه یه لحظه متوجه شدی یکی از وسایلت توی اتاق گم شده، اون هم بدون دلیل، سریعا اون اتاق رو ترک کن. اونجا یه پورتال باز شده. قانون 2: ممکنه ساعت 3:33 شب بیدار شو ببینی هیچ کس توی خوابگاه نیست. نترس، یا حداقل وانمود کن که نمیترسی. اون از ترس تو تغذیه میکنه. اگه بفهمه که ترسیدی نزدیکترت میشه. هیچ وقت سعی نکن وارد طبقه منفی 13 بشی. حتی به در بستش هم نگاه نکن. اون پایین چیزایی هست که خیلی ها باور دارن وجود ندارن. قانون 4: از درهای قرمزی که روشون عدد 3 یا 66 نوشته شده دوری کن. اونا نباید وجود داشته باشن و تو نباید بفهمی چرا هستن. در نهایت قانون 5: اگه نصف شب صدای خنده یه دختر بچه شنیدی که داره اسمتو صدا میزنه، فقط دعا کن که تشابه اسم باشه، وگرنه اون خیلی وقته که تو رو تحت نظر داره. و در نهایت اینو به یاد داشته باش که توی این پایگاه تو هیچ دوستی نداری و بهت یادآوری کنم هیچ وقت قرار نبوده که تو زنده از اینجا بیرون بری. موفق باشی.